این اواخر شاهد یه موجی از فیلمایی هستیم که حمله میکنن به قشر پولدار یا همون 1% های خودمون، اونایی که خیلی خیلی زیاد پول دارن، یه جوری که در مخیله نمی گنجه. و خیلی برای من عجیب بود که اوکی این مشکل همیشه بوده، همیشه یه عده بالا بودن یه عده پایین بودن، چرا الان اینقدر فیلم های هالیوودی اومدن نور انداختن روی این قضیه، روی قضیه اختلاف طبقاتی فلان بیسار؟ پیامشون چیه؟ برای مثال این موضوع از فیلم منو میخوام استفاده کنم، منیو، که انیتا جوی طبق معمول خیلی عشقه توش بازی کرده. اما فقط این فیلم نیست، گلس آنیان 1 و 2 همچنین پلتفرم 1 و 2 که پلتفرم 1 و 2 هم اصلا فیلم هالیوودی نیست، ربطی نداره. چی شده که ما فیلمایی رو میبینیم که به اصطلاح eat the rich پولدارا رو بخور، وحشیانه به آدمای پولدار حمله میکنن و در نهایت قهرمانی پیروز میشه که خاکیه، بی پول بوده از اول، فلان بیسار اینا. خب بریم سراغ فیلم منو. خیلی سرراسته، یه رستورانیه که خیلی سخته توش رزرو گرفتن، خیلی از جاهای مختلف میان و انواع اقسام آدمای پولدار عوضی رو اونجا میبینیم. حالا اونایی که با زحمت خودشون پولدار شدن، مدلای وال استریتی، یا اونایی که ارتباط بهشون رسیده، و اینکه اون آنیتا جوی سکس ورکر، حالا تن فروشه. طرف میدونه، اون کسی که بردتش تو اون رستوران میدونه که آخرش قراره بمیره، ولی باز به هر حال برداشته بردتش که نهایت بیشوریه. یعنی بگم بدترین حالت قرار ممکن باشه دیگه، که حداقل طرف قاتل زنجیره‌ای هم نیست، فقط به خاطر چند واسه یه ذره غذا هم خودشو داره قربانی میکنه که هیچی، هم یه بنده خدای دیگر رو. اما در طول فیلم که میبینیم که فلان بیسار اینا رو تو مارشملو گذاشتن، آتیش زدن همه این پولا رو، و خود کسایی که اونجا هم کار میکردن اونا هم همه شوت شدن، اونا هم سوختن، مردن، تموم شدن. و خود سرآشپزه تنها کسی که زنده موند آنیا تلوجوی بود که اون همبرگر رو سفارش داد و یه شوقی رو درون اون آشپز زنده کرد که از دست داده بود برای این عوضیای پولداری که ادعا میکردن در مورد غذا میدونن، ولی هیچی سرشون نمیشد و فقط میخواستن پر کنن دهنشون و یه قیافه بگیرن که من این غذا رو میشناسم فلان بیسار. طبق معمول اکثر آدمایی که این تیپی هن، هیچی نمیدونن ولی قیافه میگیرن که حالا فلان با بیدن خاویار فلان. حالا مثلا ازشون بپرسی چجوری درست میشه، دقیقا مثل همین فیلمه، هیچ ایده‌ای نداره. بگذاریم اون غذا رو که انیتا جوی در قضیه رو آشپز برای اولین بار بعد از سالها و سالها و سالها یادش اومد که در اول واسه چی آشپزی شروع کرده، چون دوستش داشته و به خاطر همین گذاشت که این دختره بره. اما اینجوری نیستش که وقتی فیلم تموم شد ما حس خوبی داشته باشیم، چون درسته پولدارا مردن، آدم بدای فیلم در واقع، و همچنین اون تیم آشپزی که به اینا غذای آخرشون رو میدادن خیلی خوشمزه و بعد میکشتنشون. اما آخر فیلم آنیتا جوی نرفت پادشاهی کنه، برگشت به زندگی مزخرف خودش با ساندویچ. توی فیلم پلتفرم 1 و 2، توی فیلم پلتفرم 1 خب میبینیم که چه مدلی سیستم کاپیتالیستی تاثیر میذاره. هر چقدر که اون بالایی‌ها بیشتر بردارن که مشابه جامعه خود ماست، به پایینی‌ها خیلی کمتر میرسه. و اینم یه بحث روزانه است که واقعا همینه. بزرگترین خطر برای بشریت بمب اتم یا فلان یا بیسار الان نیست، اینه که یه طوری دارن اون
میلیاردرها، اون 1% که خیلی پول دارن، از کره زمین میکشن که چیزی نمیمونه برای آینده. یه آمار بگیرین میزان دیوکسید کربنی که استفاده میکنن به خاطر جت‌های شخصیشون، استفاده های خیلی زیادی که میکنن از وسایلی که اصلا لازم ندارن. شاید پولی که اونا پول عطر بدن بتونه یه خانواده رو یه جای دنیا برای 1 سال سیر کنه. و بزرگترین مشکل در حال حاضر دنیا این اختلاف طبقاتی است. تو همه جوامع هم هست و غیر قابل انکاره. حالا توی کشورهای مختلف هم هست، کشورها خیلی پول دارن، کشورها نیستن، که همین این باعث هزار جور جرم و جنایت، همین قضیه مهاجرا فلان، هم مشکلی خودمون تو کشورمون باش روبرویم، یه سریاش به خاطر همین عدم توزیع صحیح ثروته، که ثروت به سری آدما میرسه از طریق ارث، از طریق راههای نادرست که نباید برسه، و اون ثروت حیف و مین میشه و تو جامعه به کار نمیفته که بقیه آدما بتونن ازش سود ببرن. چون وقتی ثروت سری بگیرن قلم به نگه دارن که بقیه با چی زندگی کنن. حالا بگذاریم. ولی فیلم پلتفرم 2 میاد میگه که نه، خب اگر که این سیستم بده، این یکی سیستم سوسیالیستی که هر کس اندازه نیازش بده همون غذایی رو که همون اول گفته برداره، این سیستم هم شکست میخوره و اون بچه هایی که اون بالا میرن پایین و میان روی آینده ها هم تاثیر میذاره. بنابراین هیچ سیستمی نیست که حال روز آدم رو خوب بکنه. پس چرا این فیلم ها در میان وقتی ما میدونیم سیستم خرابه، وقتی ما میدونیم که جزو اون 1% نیستیم؟ مطمئنن چون اینجاییم. اون 1% ویدیو یوتیوب نمیزدن و فکر نمیکنم نگاه کنن. و از طرف دیگه هم دستمون نمیرسه که تغییر ایجاد بکنیم. برای چی این فیلم ها این شکلی هن؟ و دلیلش اینه که این مشکلات سیستماتیکن. این مشکلات به خاطر این به وجود اومدن که سالها و سالها و سالها یه سری آدم اومدن، حالا سالها هم نه خیلی ها، یهویی، مثل مارک زاکربرگ، هر چیزی، این ثروت و قلمه برای خودشون جمع کردن و جاهای سرمایه‌گذاری کردن که به دردش بنی بشری نمیخوره هیچ جایی. یه نقطه کوچولو شد خوب کردن که حال خودشون رو خوب کنن، حال بقیه رو خوب کنن، ولی به طور کلی حالا اون چی که خیلی من عصبانی میکنه راجع به فیلمایی مثل همین ایت د ریچ، این سبکا، که وای آدمای پولدار بدن و این یکی چون که مهربون بود و از راه درست رفت و فلان بود موفق شد و فیلم تموم میشه و طرف زندگیش تقریبا مثل قبله، حالا خیلی فرقی نکرد، یا حالا این یه نفر حالش خوب شد، زندگیش اوکی شد، بقیه چی؟ چندین میلیارد آدم دارن اینجوری زندگی میکنن. وقتی فیلم ها اینجوری ها من میدیدم قبلا، اینجوری حالم خوب میشد واقعا. وقتی اون یارو انتقامشو میگرفت از پولدارا، اون بالاخره این انتره پولدار جوابشو پس دادن و فهمیدم که یه استراتژی سیستماتیک هست عین همون سیستم پشت اینجور فیلم ها، و اینجور فیلم ها معمولا هم خیلی بولد میشن، همه جا هستن، همه میبیننشون، همه راجبشون صحبت میکنن، پروداکشن یا حالا تولید خیلی خوبی دارن و خیلی محبوب میشن، به خاطر اینکه تقصیر رو میندازن گردن فرد که اگه تو پولدار نیستی تقصیر خودته، اگر اون چیزی که میخوای تو زندگی بهش نرسیدی تقصیر خودته. و بعد از این که این بعد از جلوی چشم من برداشته شد، هر جایی نگاه میکردم همین پیامو میدیدم. تو کتابایی که بهت کمک میکنن حالت خوب باشه همینو نوشته که استیو جابز دانشگاه نرفت، بیل گیتس دانشگاه نرفت، ایلان ماسک تو آفریقا متولد شد، این و الان آدمای موفقی. نه حاجی، توزیع ثروت، توزیع دانش، توزیع فرصت ها
تو دنیا یکسان نیست، اینو قبول کنین که همش به شانس بستگی داره. تو باهوشترین آدم کره زمینم باشی، همین الانش IQ خیلی خیلی بالا فلان، توی کشور پرت متولد شو که تغذیه نداره، خب تا به 5 سال نکشیده میمیری. حتی اگر زنده بمونی کجا میخوای بری مدرسه که سلولای مغزی تو باز کنی، چیزی یاد بگیری؟ خیلی خیلی پیشرفت کنی میشی معلمی چیزی که بقیه درس میدی، وقتی تا به اینترنت هم طرف دسترسی نداره. خیلی بخواد پیشرفت کنه تا 40 سالگیش بعد درجا بزنه و بدبختی بکشه و زبان بخونه و پول جمع کنه تا اینکه بتونه بره کشوری یه شغلی پیدا بکنه، چون مهاجره، شغلای درجه 1 بهش نمیرسه و دیر رفته اونجا، با فرهنگش آشنا نیست، با خیلی مدل آشنا نیست و اون دانشی که پدر مادر از تولد تا 5 سالگی باید بهش میدادن که برای رشد مغز خیلی مهمه، 80% مغز اون زمان رشد میکنه، این آدم نداشته، تغذیه رو نداشته. خیلی چیزا به این موارد بستگی داره. وقتی که اینا رو میذاری زیر میکروسکوپ متوجه یه واقعا پیام زنجیرواری میشی که دائم داره تو مغزت تکرار میشه. اگر وضعت خوب نیست تقصیر خودته، اگر پولدار نیستی تقصیر خودته، اگر به رویاهات نرسیدی تقصیر خودته، تقصیر ما نیست. شما سیستم رو یه طوری طراحی کردین که یه بازی از پیش باخته. هر جایی بخوای بری، هر مدلی بخوای کار بکنی، بازم یه چیزی هست که صد راهته. تو همین ایرانش نصف جمعیت خانوما نمیتونن رئیس جمهور بشن. تو میخوای به من بگی که تقصیر منه که نمیتونم به رویام برسم، که نمیتونم مهر سیاسی مهم باشم، نمیتونم برای کشورم تصمیم گیری کنم؟ تقصیر منه؟ من برم قانون عوض کنم؟ من قانون اساسی رو نوشتم. من کجا بودم وقتی قانون اساسی نوشته شد؟ به دنیا نیومده بودم. پس به من نگو تقصیر منه، به من نگو اگر پول نمیارم به خاطر اینه که تنبلم، به خاطر اینه که زنم، به خاطر اینه که از فرصتام استفاده نکردم. نه 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 نه، تقصیر سیستمه. حالا میرسیم به بحث جالبش. وقتی که این فیلم ها، این مدل داستانا مثل همین منو، مثل پلتفرم فلان بیسار میاد، یا گراس آنین که مثلا اون دختره که حالا مهربون بود ولی پرستار بود فلان، آخرش خونه رو گرفت، بهش رسید همه اینا، اون حسی که به تو میده به عنوان مخاطب باعث یه آرامشی میشه، همون کلمه با ما ایرانی‌ها سوپا اطمینانی، که اوکی پس لابد تقصیر منه، یا تقصیر من باشه یا نباشه، سیستم همینه که هست. و من حالا این یه ساعت و نیم، یه ساعت 40 دقیقه که این فیلم رو دیدم حالم خوب شد و نمیخوام برم سیستم رو وراندازی کنم، چون این واقعیته که قدرت توی تعداده. اگر همه آدمای کره زمین با هم تصمیم بگیرن که پول ارزشی نداره، پول ارزش نداره، پول عملاً قبلا یه تیکه کاغذ بود، الان یه شماره است، یه شماره است توی یه جایی که ما نمیدونیم مثلا چی به چی هست. و اگر هممون با هم تصمیم بگیریم که این ارزش نداره، ارزش نخواهد داشت. یه چیز عینی نیست، هر چیزی همینه، طلا همینطور. اگر همه با هم تصمیم بگیریم که طلا واقعا بی ارزشه، هیچ کس طلا نخواد، الماس نخواد، ارزشش رو از دست میده. بنابراین مهمه که این پیامو، به خصوص این فیلم ها معمولاً برای سنای خیلی کمم هست، یعنی خیلی خشونت توش نده، بخصوص مثلا گراس آنین و یه سری فیلم های دیگه حرفای بد نمیزنن، فلان نداره که زیر 13 سال هم بتونن اینو ببینن. و فرد زیر 13 سالی، کودکی که با این پیام توش درونی شده، مثل خود ما، نسل ما که فکر میکردیم واقعا هر اتفاقی داره میفته تقصیر ماست، وقتی این پیام درونی میشه، اون موقع
خب این معلومه این جنبش صورت نمیگیره، معلومه هیچ تهدیدی علیه اون 1% وجود نخواهد داشت به هیچ عنوان. مردم همچنان میرن مصرف میکنن، اهمیت نمیدن و ساپورت میکنن و حتی اینا رو قهرمان میدونن. میلیاردرها قهرمان نیستن، میلیاردرها سری عوضی هن که دارن سوء استفاده میکنن از منابع کره زمین که منابع کره زمین برای همه است، برای 1% مردم نیست. بای. و وقتی که این پیام درونی میشه تاثیر خیلی خیلی بدی داره روی زندگی آدم. یه جمله بگم و تمام کنم ویدیو رو. دختر عمه من متولد آلمانه. من تو زندگیم اینو فکر کنم 2 3 بار بیشتر ندیدم و از من 1 سال کوچیک‌تره. دیشب عمم زنگ زد و گفتش که دختر عمم توی آلمان مدرک پزشکیشو گرفته، تموم شده و الان پزشک. و بعد من خیلی حالم بد شد که این آدم توی آلمان زندگی میکنه، اونجا تونسته پزشک بشه و چقدر زندگی خوبی داره به نسبت من، با اینکه من واقعا خیلی سعی زدم برای اینکه به جای برسم که برسم. هر دری رفتم، 1000 بلا سرم اومد، 1000 بلا سرم آوردن. الانم اینجام و جز گربه هم دلخوشی دیگه ای ندارم با فیلم دیدنم. چرا اون اونجا من اینجا و اون پزشکه؟ و جالب اینجاست که همه به اون میگن دمت گرم ماشاءالله، کسی به من نمیگه دمت گرم ماشاءالله. چرا؟ من که بدتر از اون سختی دیدم، عذاب کشیدم و بیشتر از اون مبارزه کردم. اون فقط خوش شانس بوده، درسته زحمتشو کشیده آره، ولی من اگه اونجا بودم شاید پروفسورا گرفته بودم تا الان، زده بودم دهنه اون، جراح مغز اعصاب بودم تا الان، کی میدونه. بنابراین آخرش فقط میخوام بگم که عادلانه نیست، زندگی عادلانه نیست و هر چقدر که بیشتر ما آگاه باشیم به این قضیه، بیشتر بدونیم که هممون سوار یه قایقیم و اون 1% دارن قایقو میرونن، حواسمون باشه بهشون و نذاریم که با انواع اقسام فیلم‌ها و سریالا و پیاما و فلان و کتابایی که بهت کمک تفکر مثبت میکنن، همه اینا تو رو مسموم کنن. تا اون زمان ما برنده ایم. اگر که مردم شروع کنم به باور کردن اینکه تقصیر منه جایی که هستم، تقصیر منه موفق نیستم، تقصیر منه بچه هام گرسنن، اگر به مرحله برسیم که داریم میرسیم، خیلی جاها رسیدیم، مثلا تفکر آمریکایی، رویای آمریکایی فلان بیسار، اگر به مرحله برسیم تواناییشو از دست میدیم که اون قدرت از دست اون 1% بگیریم، حتی بتونیم زیر سوال ببریم که این قدرت، این پول به شما تعلق نداره و شما رو شونه ما وایسادید رفتید اون بالا. یادتون باشه شما بالای هرمید، ما پایین هرمیم، ما بریزیم شما اول نفر سقوط آزاد میکنید تا پایین. فکر میکنم خیلی مهمه که این پیامو به بچه هامون بدیم که ما قدرت انتخاب نداریم، جایی که به دنیا میایم، شرایط مالی که داریم، تحصیلاتی که میکنیم، تحصیلاتی که در اختیارمونه که انجام بدیم. حالا با اینترنت یه ذره اوکی تر شده ولی باز نه. اما هیچ موقع اینو نپذیریم که ما بخشی از مشکلیم چون نیستیم. ما باید بخشی از راه حل باشیم و این فیلم ها رو اگر میبینیم بیایم نقدای اینجوری بکنیم، صحبت بکنیم راجبش که این فیلم ها چه پیامی زیرشونه، چی دارن میگن به ما. آیا این که من الان آدم موفقی نیستم چند درصدش تقصیر منه، چند درصدش واقعا رو شونه منه و چند درصدش رو شونه سیستمیه که حاکمه، نه نظام ایران رو نمیگم، سیستم بین المللی، که سیستم بین المللی پول،
اقتصاد، قدرت که داره میچرخه. حالا سری میخوام بگن اسمشو ایلومیناتی، سری میخوام اسمشو بگن اینه اونه، هر چی که اسمشو میخوام بذارین. 1% مردم، حدود 80% فکر میکنم، اینو نمیدونم چند درصد چون هیچ موقع آمارش درست در نمیاد، ولی اونجوری که میگن 1% مردم قانون 80-20 اقتصاده که 20% مردم 80% ثروت رو دارن برای خودشون و 20% بقیه 80% بقیه مردم میمونن با 20% ثروت. به خاطر همینه که خیلی مهمه با چشم باز ببینیم چیزایی رو که میبینیم و بیایم و حرف بزنیم راجبش. کانالایی مثل این، کانال مثل همه بچه‌ها که راجبش صحبت میکنن، پیام زیرشو موشکافانه بگن که گول اینجور پیامای جی تبلیغاتی باحالو زیرش نخوریم. نه مشکل تویی دوست من، دوست 1% من. بای.